بچه ها میخوایم با هم دیگه ترشترین آبنبات دنیا رو تست کنیم. چه طعمای مختلف داره. سیب داره، این دیگه چیه؟ بلک چری داره، آلبالوی سیاه، لیمویی داره، بلو رسبری. نمیدونم چی میشه، فقط میدونم که آبی رنگش. این باز بلک چریه. واترملون، اینم هندونه است. خیلی دوست دارم بین اینا هندونه‌ش رو تست کنم، چون احساس میکنم که خیلی هوا گرم و یه حس خوبی میتونه بهم. باز نمیشه. چرا امروز هیچی باز نمیشه؟ خسته شدم. این چرا این رنگیه؟ انگار از آب پوست هندونه درست شده، اصلا شبیه هندونه نیست. یعنی باید خیلی متفاوت تر می بود. مزه یه ترشی هندونه میده بچه ها. میخوام تستش کنم. 3 2 1. وای وای وای. خیلی خوشمزه است. خیلی ترشه. بچه توی ویدیو دیدم که لایت میشه بعد یکم، اما من لایت نمیشه، خیلی همش ترشش ادامه داره. صورتم خیس شد. یه دونه ویدیو دارم که اینجوری نمیتونم حرف بزنم، که اینجوری ترشی تست کردم کلا، یه عالم ترشی. لینکش رو اینجا گذاشتم، برین حتما نگاه کنید. اینجا هم گرفت.